چقدر غوره میتین برام؟ هر قدری که دلت باشه. نه تو برو ببینم که چقدر سخاوت میکنی. 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 12 زیاد یک 50 تا برات انداخته. نه چال دارین خوب هستین؟ جور خیلی قرار. زنده باشین. چطور است وضعیت؟ روزگار بخیر میگذره؟ بخیر باشی دیگه بگذره صحیح برابر. روز چند کار میکنین؟ این ما آمدیم یک نفر خرید. بله یا روزانه دیگه 500 600 میشه گذران خانه؟ گذران میشه. بله یا دیگه. چند نفر هستین خانه؟ فامیل ما هست یک 9 نفر هستیم. باز 500 خب مشکل است دیگه گذران. اگه مجبور چطور کنیم؟ که از امروز گذران میکنیم. خب بیا خداوند خیر پیش کنه. اگه ما از شما بخوایم که بر ما غوره بتین نه؟ چقدر غوره میتین برام؟ هر قدری که دلت باشه. نه تو برو ببینم که چقدر سخاوت میکنی. دیگه با نظر به سخاوت شاید خداوند بر دیگه بدیل بده. ما ببینم که چقدر میتی بگی. هر قدری که دلت تو بگی یک دفعه. بیا. برابر خوردن دیگه واسه که الان پشتکی که خانه خسرت میری که برای یک پشتکی پارتو. اگه یک پشتکی خب برای خانه خسرت خب میگه نمیری که یک پشتکی پارتو. نه کم از سنش پارتو. نه بس بله 2 نفر آره باش من حساب میکنم چند دانه است. خب بیا کامرا سعی کنین 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 12 13 14 دانه. سک 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 12 13 14 این نظر به سخاوت خودت. چی؟ یک 50 تا برات انداخته. نه خب یا خیر باشه. ما باش یک دانه از زیر بشویم ببینم که چطور مزه میته. زیاد زیاد ترش نیست؟ خیلی ترشه. ما اولین بار است که یعنی در امسال میخورم غوره. امسال که نو برآمده. رمضان خلاص. تشکر از شما. ممنون. از شما هم تشکر باشید. رواشم اگه اشتیا دارید. تو روزگار چطور میگذره؟ روزگار دیگه بهتر این حالت است. کاربار غریبی نیست. تعلیم را دستلاب نکنیم بده چیزی. از صبح کامده؟ از صبح آمده. این حال 3-4 بجه است دیگه. هیچ بازار نیست، کاربار نیست بده. چند نفر هستین در فامیل؟ 8 نفر. تنها شما کار میکنید؟ خدا مشکل دانه حل کنه. خداوند کل مشکل کل مسلمانان را حل بسازه. خداوند الهی آمین. در وطن ما امنیت برقرار بگردد. خدا الهی آمین. این چیز سامانکای تفلکاست یعنی؟ سامانه که تفلکاست. اینی را حکومت بند نکرده بود دیره؟ نه یاره بند نکرده یاره. او از اون مرمیدارش بند کرده بود نه؟ این به مرمیش هست نه؟ به مرمیش. شما چشمایتان بسته کنین. از 1 تا 10 یک نمره انتخاب کنین. 10. چی میگی؟ 10 نشته شد؟ نه خاطر راست میگی؟ 10 میگه 10 نشته شد. این حال 10 که نشته شد یعنی حساب کیره. خیلی دونی بده خداوند اجر بده. باید 10 دانه باشه دیگه نه؟ 4 5 6 7 8 10 دانه است؟ دیگه 10 تا نشته شد. بله موفق باشی. بخیر باشی و خیر باشی. تشکر.